نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. پروژه ریسازی سرک شاهراه کابل کندهار در داخل شهر غزنی به طول 15 کیلومتر و با هزینه حدود 250 میلیون افغانی افتتاح شد. همکارم ذکرالله رسولی در مورد گزارش را تهیه دیده است که با هم بشنویم. ساخت کارهای ابتدایی لین دوم 15 کیلومتر سرک شاهراه کابل قندهار که از شهر غزنی می‌گذرد از سوی ریاست شاروالی این ولایت آغاز شد. مسئولان میگویند ساخت لین دوم این سرک که از چهارراهی علیلاله شهر غزنی آغاز الی دروازه بلخ ادامه خواهند داشت، بیش از 250 میلیون افغانی هزینه برداشته و در مدت 6 ماه کاری تکمیل خواهند شد. دغه پروژه خو په الحال د علیلاله صاحب د چوک نه شروع کیږي او د بلخ ته دروازې پورې رسیږي، ځکه چې هغه ډېر ازدحام په دغه ساحه کې و. نور عموما دغه پروژه چې نیول سوې ده تقریبا 15 کیلومتره نیول سوې ده چې د بلخ د دروازې نه بیا د سپندې پر لور باندې غځېږي او د علیلاله صاحب د چوک نه بیا د مخته د روضې په طرف باندې غځېږي. انشاءالله چې آبادي چارې به انشاءالله بیا هغه مخته پسېږي. در همین حال باشندگان شهر غزنی از ساخت لین دوم این سرک ابراز خرسندی کرده و میگویند با تطبیق این پروژه نظم ترانسپورتی بهبود خواهند یافت. انشاءالله ډیر به خلک په سہولت کې چې خلک به خپل جای ته ډیر په ښه دغه باندې رسیږي، په ښه سہولیت باندې به رسیږي. لاربندي به نه وي، د سړک پراختیا زموږ لپاره ډیره ګټوره ده او زموږ ډیر خوشاله یو چې موږ ته دا سړکونه له خیره سره آزاد شي او جوړ شي. مخکې موټروانان چې راتله د ورځې به دلته په ښار کې ډیر راش و او ډیر تکلیف و، د ډیرو مشکلاتو سره د ټکر او د حادثو سره دغه و په تکلیف کې و. نو اوس که دا لاره چارسرکي سي موټروانانو ته ډیر ښه سهولت دی او دا د امارات اسلامي د مسئولینو څخه ټول ډریوران خوشاله دي او یو ډیر ښه اقدام دی. مسئولان شاروالی غزنی می‌افزایند که آنان در نظر دارند در آینده نیز بخش‌های باقی مانده شاهراه کابل کندهار که از شهر غزنی عبور می‌کند را به گونه دولینه به قسم اساسی اعمار کنند. روند توزیع زغالسنگ توسط ریاست شاروالی غزنی با هدف تامین نیازهای زمستانی شهروندان آغاز شد. مسئولان این ریاست میگویند که این برنامه به منظور تامین نیازهای شهروندان و فراهمسازی سهولت‌های گرمایشی در فصل زمستان راه اندازی شده است. به گفته آنان حدود 20,000 تن زغالسنگ به قیمت مناسب و کیفیت بلند در اختیار باشندگان ولایت غزنی قرار خواهد گرفت. الحمدلله غزنی ولایت ته 60,000 ټنه زغال راغلي دي او الحمدلله په دومره وړیا قیمت چې تقریبا که موږ تاسو ټول بازار وګورو، حتی چې د دنیا بازارونه وګورو، په دومره کم قیمت باندې به داسې د ښه کیفیت والا زغال یو خو داسې چې په کم کیفیت یې په کم قیمت باندې یو کیفیت یې کمزوری نه، الحمدلله کیفیت یې هم ښه قوي ده. هر ولایت ته موږ زغال لېږلی ده، کمیټه موږ په هر ولایت کې ورته ټاکلې ده. د کمیټې د والي صاحب محترم په حضور باندې او د هغو په هدایت باندې بس کمیټه ورته جوړه یي. کمیټې له لارې چې خلکو ته پرچې ورکول کېږي، هغه راځي دغه مرکز ته راځي، دلته هغه صاحبان د لیستو سره کوم همکاران چې د کار کوي هغه د بیا پرچې له نگاه چې خلکو توضیح کوي. در همین حال شماری از باشندگان غزنی از این اقدام شاروالی استقبال کرده و میگویند که در بازارهای محلی بهای زغالسنگ افزایش یافته است. آنان می‌افزایند که اکنون می‌توانند زغالسنگ را به قیمت ارزانتر و کیفیت بهتر تهیه کنند. خوشحال هستیم برای نفرای به بضاعت همی خوب است، ولی پیسه زغال در بازار در 10,000 ریال 7,200 میده، همی خوب است.
یک نیم تن زغال یک تن زغال بگیره پرده یک خانواده کم وضاحت میشه خوبه. تشکری خیلی خاص دارم از شاروال صاحب محترم که یک برنامه را برای مردم ساختن که مردم خیلی بی‌وسع بی‌توان است دیگه میتونن که از اینجا با قیمت خیلی ناچیز زغال بگیرن و تسلیم شوند. به باوری آگاهان تداوم برنامه‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی شهروندان در فصل سرما داشته باشد. با آغاز نخستین بارش باران و برف سال جاری در ولایت غزنی موجی از خوشحالی و امیدواری در میان باشندگان این ولایت به وجود آمده است. شهروندان میگویند که این بارش ها می تواند آغازگر بهبود وضعیت منابع آبی و کاهش خشکسالی‌های دوامدار در این ولایت باشد. باشندگان غزنی در نخستین ساعات بارندگی با ابراز خرسندی میگویند امیدوارند که با ادامه بارش‌های موسمی زمین‌های زراعتی دوباره حاصلخیز شده و سطح آب‌های زیرزمینی افزایش یابد. الحمدلله باران ته ډیر خوشاله یو. باران چې نه ولو ډیر سختي ډیر تکلیفي ډیر فصلونه ټول دغه سره وسره تیر خو دغه باران ته ډیر خوشاله یو او خدای دا رحمت دی د الله طرف دا خو د الله یو رحمت ته هغه پښتانه یو دغه کوي وای غزنه مثلا له واوري ډک دا او کله زوره وای نه له واوري ځکه تاثیرات په حیواناتو په انسانانو په ټولو باندې او نو صالحو د الله رحمت او د خلکو د ژوند زندگی زیات سهولتونه پکې رامنځته کیږي. په دا وروستیو کې غزني کې وچکالي و ډیره وخت باران نه وسوی خوشبختانه نن باران ووري په دې سره به د ځمکې د سطحې اوبه لوړې شي او موږ کال به آباد او فصلونه به ښه فصلونه وشي. در همین حال کارشناسان زراعتی تاکید میکنند که بارش برف و باران نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد. با گفته آنان ذخیره برف در فصل زمستان میتواند در فصل‌های آینده به ویژه در بهار و تابستان منبع پایدار آب برای آشامیدن و زراعت باشد و از شدت کم آبی بکاهد. دغه بارانونو وریدل د کرنې سکتور دی راژوندي کېدلو باعث ګرځي د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو باعث ګرځي او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د پام وړ ارزښت او اهمیت لري. ولایت غزنی در سالهای اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها و تغییرات اقلیمی با خشکسالی‌های پیهم روبرو بوده است. موضوعی که پیامدهای گسترده‌ای بر زراعت، مالداری و دسترسی مردم با آب آشامیدنی گذاشته است. کارشناسان باور دارند که تداوم بارش‌های منظم و مدیریت اصولی منابع آب می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از تکرار این بحران در آینده داشته باشد. و در آخرین مورد کمیسیون جمع‌آوری اجناس تاریخ گذشته تقلبی و بی‌کیفیت تحت ریاست صنعت و تجارت ولایت غزنی روز سه‌شنبه هفته روان از ساحات جوی بازار و کلاه سبز مربوط به مرکز شهر غزنی نظارت به عمل آورد. این نظارت با اشتراک نمایندگان ادارات زیربط انجام شد که در نتیجه آن از دواخانه‌ها، عمده فروشی‌های ادویه و یک کلینیک شخصی 6 قلم اجناس تاریخ گذشته شامل ادویه، سیریلاک، لوازم بهداشتی و پودر اطفال جمع‌آوری و در دیپوی ریاست صنعت و تجارت ثبت گردید. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی از گسترش آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در منطقه کلالان مربوط به حوزه ششم امنیتی این ولایت جلوگیری به عمل آمد. به گفته مسئولان خوشبختانه این آتش‌سوزی تلفات جانی در پی نداشته، اما مقدار چوب سوخت و زغال سنگ دچار حریق شده است. در خبرنامه آمده است که تیم مسلکی مدیریت اطفائیه قماندانی امنیه غزنی با رسیدن به موقع به محل حادثه آتش سوزی را مهار کرده و از وارد شدن خسارات بیشتر جلوگیری نموده است. و همچنان در هفته روان روند بایومتریک داوطلبان امتحانات سالانه دوره عالیه و عالمیه مدارس دینی و جهادی به منظور تامین شفافیت و جلوگیری از تقلب به گونه منظم در پانتون غزنی آغاز شد. این روند بر اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی و با حضور مسئولان پانتون غزنی تطبیق می گردد. مسئولان می گویند که تطبیق سیستم بایومتریک بر کیفیت و اعتبار امتحانات تأثیر مثبت دارد و تمامی مراحل امتحانات مطابق اصول تعیین شده اجرا خواهد شد. الحاج مولوی سردار ولی ثابت شارول غزنی در یک دیدار از مربوطات ناحیه اول شهر به هدف تقویت ارتباط مستقیم با شهروندان مشکلات و نیازهای باشندگان را از نزدیک استماع کرد. در این دیدار شهروندان مشکلات از جمله خرابی سرک‌ها،
نبود سیستم کانالیزاسیون و کمبود خدمات شهری را با شاروال در میان گذاشتند. شاروال غزنی با تاکید بر رسیدگی به مشکلات مردم هدایت داد تا موارد مطرح شده بررسی تکنیکی شده و در برنامه‌های کاری سال آینده شاروالی مورد توجه قرار گیرد. و ریاست امور زندان‌های ولایت غزنی 4 شعبه جدید اداری را در داخل این اداره ایجاد و به بهره برداری سپرد. این شعبات که هزینه ساخت و ایجاد آن از بودجه اداره تنظیم امور زندان‌ها تامین شده، شامل اموریت مالی و اداری، اموریت انسجام و پالیسی، شعبه تشخیص و امور کارکنان و مدیریت حاضری می باشد. مسئولان هدف از ایجاد این شعبات را بهبود امور اداری و حل بخش از مشکلات موجود در اداره زندان عنوان کردند. الحاج ملا محمد نور بلال شاهین رئیس زندان غزنی با ابراز خرسندی از فعال شدن این شعبات گفت که تلاش خواهد شد که در آینده نیز شعبات ضروری دیگر به منظور تقویت بهتری ساختار اداری ایجاد گردد. و الحاج ملا عبدالصمد جاوید والی غزنی با شماری از محاسن سفیدان ولسوالی جاغوری در دفتر کاریش دیدار کرد. در این دیدار باشندگان ولسوالی جاغوری مشکلات و خواسته هایشان را با والی غزنی شریک ساختند. والی ولایت غزنی ضمن استماع عرایض اطمینان داد که موضوعات مطرح شده به ادارات مربوطه راجع شده و تا رسیدگی و حل مشکلات پیگیری لازم صورت خواهد گرفت. جلسات نوبتی کمیسیون امنیتی و تصفیه‌ای و تنفیذ قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سهم شکایتی ولایت غزنی در مقام این ولایت برگزار شد. این نشست‌ها با حضور والی و معاون والی غزنی و مسئولان مربوطه برگزار گردید. در آن روی موضوعات مهم امنیتی، تطبیق قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر و رسیدگی به شکایات شهروندان و جلوگیری از احتکار بحث شده و بر رعایت اصول شرعی و نظم بازار تاکید صورت گرفت. نخستین دور مسابقات تشویقی فدراسیون ورزش‌های رزمی یعنی سبک نینجا با حضور 110 ورزشکار از ولایت غزنی، کابل، هرات و پکتیا با میزبانی ولایت غزنی با موفقیت به پایان رسید. این رقابت‌ها در 3 کاتگوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و در پایان تیم غزنی مقام اول، هرات دوم، کابل مقام سوم و پکتیا مقام چهارم را کسب کردند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعدادهای برتر و تشویق ورزشکاران عنوان کردند. همزمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با اشتراک 13 تیم در ولسوالی‌های دهیک ولایت غزنی به پایان رسید. در دیدار پایانی تیم فوتبال جوانان بازار رامک با نتیجه 1-0 تیم خراسان تاسن را شکست داد و قهرمان شد. و همچنان در هفته روان در پی یک آتش سوزی شبانه در یک دکان واقع در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر غزنی از وارد شدن خسارات مالی به ارزش حدود 3.5 میلیون افغانی جلوگیری شد. این رویداد در یکی از دکان‌های مندویارد رخ داده و علت آن روشن ماندن بخاری گازی عنوان شده است. این حادثه تلفات جانی در پی نداشته اما شماری از اسناد حسابداری دکان دچار حریق شده است. به گفته دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیتی غزنی، تیم مسلکی اطفائیه با حضور به موقع آتش سوزی را مهار کرده است. و همچنان در هفته روان سفیر کشور اسلامی اندونزیا طی سفر رسمیش به ولایت غزنی ضمن دیدار با مسئولان محلی این ولایت از موزیم و مکانهای تاریخی این ولایت بازدید کرد و هدف سفرش را گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی میان افغانستان و اندونزیا عنوان نمود و تعهد سپرد برای تقویت همکاری‌های فرهنگی تلاش کند. ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ غزنی در جریان بازدید گفت موزیم غزنی هزاران اثر تاریخی از دوره‌های اسلامی و قبل از آن را نگهداری می‌کند که نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی افغانستان دارد و افزود که چنین بازدیدها زمینه‌ساز تقویت روابط فرهنگی و حفظ میراث‌های مشترک میان امارت اسلامی و کشورهای دوست است. سفیر اندونزیا همچنین از کتابخانه عامه البیرونی و سایر مکانهای تاریخی غزنی دیدن کرده و یک جلد کتاب تحقیقاتی درباره ابوریحان البیرونی از سوی رئیس اطلاعات فرهنگی غزنی به او هدیه شد. این در حالی است که چند قبل سفیر کشور ترکیه نیز طی سفر رسمیش به ولایت غزنی از موزیم و جاذبه‌های تاریخی این ولایت بازدید کرده بود.
و الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی در هفته روان در دفتر کاریش با سفیر اندونزیا برای افغانستان دیدار کرد. والی غزنی ضمن خوشامدگویی به سفیر اندونزیا از روابط نیک و دوستانه میان دو کشور قدردانی نموده و تاکید کرد که افغانستان و اندونزیا از گذشته دارای روابط تاریخی و عمیق بودند و اندونزیا را کشوری دوست و برادر خواند و از همکاری‌ها و حمایت‌های آن کشور سپاسگزاری کرد. سفیر اندونزیا نیز با اشاره به مشترکات فرهنگی میان دو ملت از تلاش‌ها برای تقویت روابط سیاسی میان افغانستان و اندونزیا اطمینان داد و افزود که تلاش می‌کند واقعیت‌های افغانستان را به کشورهای مهم جهان معرفی کرده و دیدگاه آنان را نسبت به افغانستان مثبت سازد. نامبرده همچنان خاطر نشان ساخت که برخی کشورها در پی پنهانسازی واقعیت‌های افغانستان بوده و تبلیغات منفی علیه مردم افغانستان انجام می‌دهند. و جلسه کمیته اضطراری آمادگی در برابر حوادث به ریاست الحاج مولوی سردار محمد مدنی معاون والی غزنی با حضور مسئولان ادارات سکتوری و نمایندگان مؤسسات غیر حکومتی در مقام ولایت برگزار گردید. در این نشست بر آمادگی کامل در برابر حوادث طبیعی به ویژه در فصل زمستان، رسیدگی به موقع به مشکلات مردم، استفاده مؤثر از ماشینری‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه در مناطق آسیب‌پذیر تاکید شد. همچنان از ادارات دولتی و غیر دولتی خواسته شد تا امکانات موجود خود را به گونه رسمی با ریاست آمادگی در برابر حوادث و مقام ولایت شریک سازند تا در حالات اضطراری خدمات به صورت سریع و مؤثر به شهروندان ارائه گردد. و الحاج مولوی سردار محمد مدنی معاون والی غزنی در دفتر کاری خیش با اعضای کمیته جلوگیری از احتکار و کنترل نرخ‌ها در هفته روان دیدار کرد. در این نشست معاون والی غزنی ضمن تاکید بر ثبات بازار و کاهش مشکلات اقتصادی شهروندان، راهنمودها و توصیه‌های لازم را به منظور جلوگیری از احتکار و تامین قیمت‌های مناسب اجناس ارائه نمود. وی خاطر نشان ساخت که ادارات مسئول مکلفند نظارت جدی و دوامدار از وضعیت بازار داشته باشند، با محترکین مطابق قانون برخورد نمایند و برای کنترل نرخ‌ها هماهنگی مؤثر و اقدامات عملی روی دست گیرند. و ریاست شاروالی غزنی به ریاست شاروال این ولایت نشستی را با باشندگان مناطق پشتون‌آباد، توحیدآباد و رسول آباد مربوط ناحیه پنجم شهر غزنی برگزار کرد. در این نشست وکلای گذر مشکلات اساسی محل از جمله نبود سرک‌های معیاری، خرابی کوچه‌ها و کمبود سیستم دفع آب‌های سطحی را مطرح کردند. شاروال غزنی با تاکید بر رسیدگی به مشکلات شهروندان گفت که این موارد پس از بررسی‌های تکنیکی و بر اساس اولویت‌ها در پلان‌های انکشافی شهر شامل خواهد شد. و همچنان به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، یک تن در مربوطات حوزه پنجم امنیتی این ولایت به اتهام ربودن یک دختر خانم بازداشت شده است. این رویداد در هفته روان در ساحه قلعه امیر محمد خان رخ داده و متهم فرد یاد شده را به یکی از ولسوالی‌ها منتقل کرده است. بر اساس یک گزارش کشفی، نیروهای حوزه پنجم امنیتی موفق به بازداشت مظنون شدند. با این حال فرد ربوده شده تاکنون ناپدید بوده و محل حضور وی مشخص نیست. متهم در بررسی‌های ابتدایی ادعا کرده که پس از مدت او را به نزدیکی منزلشان در ساحه قلعه امیر محمد خان بازگردانده، اما خانواده وی این ادعا را رد کرده و میگویند که نام برده به خانه باز نگشته است. مسئولان ریاست معارف ولایت غزنی میگویند باشندگان این ولایت در جریان 9 ماه سال روان 1404 حدود 148 میلیون افغانی با بخش معارف همکاری کردند. به گفته مسئولان، این کمک‌ها در مرکز غزنی و 18 ولسوالی این ولایت برای بازسازی و اعمار ساختمان‌های مکاتب و همچنان تهیه تجهیزات درسی به مصرف رسیده است. مسئولان ریاست معارف همکاری مردم را گام مؤثر در بهبود وضعیت آموزشی دانسته و از تداوم حمایت‌های مردمی در نهادهای تعلیمی قدردانی می‌کنند. و منصوبین حوزه ششم امنیتی شهر غزنی یک تن را به اتهام جادوگری بازداشت کرده. گفته می شود که این فرد با انجام اعمال جادوگری مردم محل به ویژه زنان را فریب میداد و از این طریق پول جمع‌آوری میکرد. در جریان بازداشت کتاب‌ها و برخی اشیای مرتبط با جادوگری از نزد وی به دست آمده است. منابع امنیتی میگویند این فرد پیش از این نیز بازداشت شده و پس از رهایی دوباره به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده بود.
و همچنان دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت غزنی از بازداشت 6 تن در شهر غزنی خبر داد. بر اساس معلومات این دفتر، نیروهای امنیتی حوزه دوم شهر غزنی در ساحه خشک به اساس یک گزارش کشفی 4 تن متهم به سرقت را بازداشت کردند. گفته می شود افراد بازداشت شده از دکانها و منازل مسکونی در بخش‌های مختلف شهر دست به سرقت زده بودند و پس از اعتراف جهت تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی سپرده شدند. همچنان نیروهای حوزه ششم امنیتی شهر غزنی 2 تن دیگر را به اتهام داشتن روابط نامشروع بازداشت کرده و به ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر این ولایت تسلیم دادند. و نیز دفتر قماندانی امنیه ولایت غزنی در هفته روان اعلام کرده است که نیروهای امنیتی ولسوالی ناوه این ولایت 11 تن را به اتهام شکار غیر قانونی پرندگان بازداشت کردند. بر اساس معلومات این افراد در هفته روان در منطقه آب ساده ولسوالی ناوه هنگام انجام شکار غیر قانونی پرندگان شناسایی و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مسئولان تاکید می‌کنند که مطابق فرمان امیرالمومنین حفظه الله شکار پرندگان به گونه مطلق ممنوع بوده و تخطی از این فرمان پیگیری قانونی دارد. افراد بازداشت شده در حال حاضر تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد و پس از تکمیل بررسی‌های ابتدایی جهت رسیدگی بیشتر به نهادهای زیرربط معرفی خواهند شد. و به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی و تامین نظم و مسئولیت عبور و مرور، مدیریت ترافیک قماندانی امنیه ولایت غزنی از طریق آمریت تأسیسات در بخش‌های مختلف شهر غزنی اقدام به نصب 172 پایه علایم و نشانه‌های ترافیکی نموده است. این علایم در سرک‌های عمومی و فرعی، چهارراه‌ها، سه‌راه‌ها و پیاده‌روها نصب گردیده است. قماندانی امنیه ولایت غزنی از شهروندان می‌خواهد تا در حفظ و نگهداری علایم ترافیکی همکاری نموده و از نصب هر گونه اعلان، پوستر تبلیغاتی و تجارتی بر روی نشانه‌های ترافیکی خودداری نمایند. و همچنان در هفته روان جلسه کمیته اسکان دائمی به منظور توزیع زمین و اسکان مهاجرین تحت ریاست الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی و با حضور تمامی اعضای این کمیته برگزار شد. در این نشست روی موضوعات مهم از جمله نقشه برداری، طی مراحل امور اداری و پیشبرد کارهای باقی مانده بحث و گفتگوهای همه‌جانبه صورت گرفت و راهکارهای لازم مورد بررسی قرار گرفت. در پایان جلسه والی غزنی به اعضای کمیته هدایت داد تا کارهای باقی مانده را هرچه زودتر طی مراحل نموده و به مشکلات مهاجرین به گونه جدی و مؤثر رسیدگی نمایند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت‌های دیگر کشور. ملا عبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی با علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل در مورد گسترش همکاری‌های دوجانبه کاری، اعزام قانونی کارگران افغان به ایران، تنظیم بهتر نیروی کار و وضعیت مهاجرین افغان گفتگو کرده است. آقای عمری خواستار همکاری ایران در ایجاد سهولت‌های صدور جواز کار برای افغان‌ها، راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت در افغانستان و تامین همه‌جانبه حقوق مهاجران افغان در ایران شده است. در همین حال سفیر ایران گفته که کشورش به تبادل نیروی کار با افغانستان علاقه‌مند است و همکاری‌های خود را با کابل ادامه خواهد داد. و شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان PIA با دلیل مشکلات مالی به سکتور خصوصی این کشور به فروش رسید. بر اساس گزارش رویترز 75% سهام این شرکت به قیمت 135 میلیارد کلدار پاکستانی معادل 482.14 میلیون دلار از طریق یک مزایده به سکتور خصوصی فروخته شده است. قرار است شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان یعنی PIA از ماه اپریل سال آینده میلادی از سوی مالک جدید آن اداره شود. یک دشمنی خونین 17 ساله میان دو خانواده در ولایت کاپیسا با میانجیگری مسئولان، علما و بزرگان قومی پایان یافت. در پی این دشمنی 3 تن کشته و 1 تن از هر دو طرف زخمی شده بودند. مولوی فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با محمد سعید اربابی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار دیدار کرد. سفارت افغانستان در تهران میگوید در این نشست بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار برای تسهیل صادرات، توسعه ترانزیت و رفع چالش‌های موجود تاکید شد.
حافظ عمر سرپرست سفارت افغانستان در عمان با شیخ خلیفه بن عیسی الحارثی معین سیاسی وزارت خارجه آن کشور در مورد وضعیت افغانستان و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده است. طرف عمانی در این دیدار از ارائه بهتر خدمات قنسولی و ایجاد سهولت‌ها برای افغان‌های مقیم عمان اطمینان داده است. اداره معیار و کیفیت 75 تن پروفیل که با معیارهای داخلی مطابقت نداشت از طریق بندر شیخ ابوالنصر فراهی به کشور صادرکننده مسترد کرده است. اداره معیار و کیفیت میگوید پروسه تثبیت و کنترل کیفیت مواد ساختمانی در بنادر کشور به گونه قاطع و شفاف ادامه دارد و از ورود مواد بی‌کیفیت به بازارهای کشور جلوگیری می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که روند دیجیتالی سازی سه‌بعدی آثار تاریخی در موزیم زون شرق در ولایت ننگرهار آغاز شد. به گفته این وزارت در حال حاضر 1420 اثر تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف در این موزیم نگهداری می شود که دیجیتالی سازی آنها نقش مهمی در حفاظت این آثار خواهد داشت. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. و وزارت صحت غزه هشدار داده که سیستم صحی این منطقه در آستانه فروپاشی بی سابقه قرار دارد و هزاران بیمار فلسطینی با مرگ یا معلولیت روبرو هستند. شبکه خبری الجزیره به نقل از مقام‌های وزارت صحت غزه گزارش داده است که ممانعت رژیم اسرائیل از ورود تجهیزات صحی به این منطقه شفاخانه‌های غزه را در وضعیت غم‌انگیز و وحشتناک قرار داده است. مقام‌های وزارت صحت غزه افزودند که شفاخانه‌های این منطقه با کمبود شدید ادویه و تجهیزات صحی به ویژه لوازم جراحی مورد نیاز برای انجام عملیات‌های جراحی مواجه است. این در حالی است که در نتیجه حملات رژیم اسرائیل در غزه که بیش از 2 سال به طول انجامید، دست کم 125 مرکز صحی از جمله 34 شفاخانه تخریب شده و بیش از 1700 تن از کارکنان صحی به شهادت رسیدند و همچنان رژیم صهیونیستی 95 دکتر و کادر صحی فلسطینی از جمله 80 تن از غزه را بازداشت کردند. محمد علی احمد الحداد لوی رئیس قوای مسلح لیبیا و 4 مقام ارشد نظامی دیگر این کشور روز سه‌شنبه هفته روان در پی سقوط طیاره حامل آنان در شهر انقره پایتخت ترکیه جان باختند. وزیر داخلی ترکیه گفته که طیاره حامل آنان دقایق پس از برخاستن از میدان هوایی انقره به دلیل بروز نقص فنی ناشی از قطع برق دچار سانحه شده است. به گفته وی لاشه این طیاره در منطقه هایمان انقره پیدا شده است. و در نتیجه سقوط یک طیاره مکزیکویی در سواحل تگزاس آمریکا به شمول یک کودک 6 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این طیاره هنگام انتقال یک کودک 2 ساله برای درمان به آمریکا که دچار سوختگی شدید شده بود سقوط کرده است. بر اساس گزارش این طیاره 8 تن سرنشین داشته که 2 تن آنان زنده مانده و تحت مراقبت‌های صحی هستند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشد. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان می سپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.